شهرداری کابل از اجرای پروژه‌های گسترده زیربنایی، خدماتی و انکشافی در 4.5 سال گذشته خبر داده و میگوید این اقدام‌ها چهره کابل را به گونه چشمگیری تغییر داده است. شهرداری کابل در نشست مطبوعاتی خبر داده است که در این مدت بیش از 450 کیلومتر جاده‌های اصلی و فرعی با عرضهای 4 تا 60 متر به گونه قیرریزی، کانکریت و سنگفرش احداث و توسعه یافته و در کنار آن 472,957 متر جاده دیگر نیز ترمیم شده است. در بخش مدیریت آبهای سطحی شهرداری اعلام کرده که از ماه اسد 1400 تا هوت 1404 در مجموع 18,575 متر کانال جوی آب ساخته شده و 6,147 متر دیگر همچنان تحت کار قرار دارد. شهروالی کابل فقط یک مسئولیت به دوش داره که ماستر پلان تطبیق بوده، چیزی که در طراحی شهری صورت تطبیق کنه. البته بعد از اینکه ارگانهای مربوطه ملکیت زمین تثبیت بکنم، پس آن ما میتونیم به کسی اجازه بدیم. الحمدلله چند روز پیش شما شاهد بودین که یک مرکز واحد برای صدور مجوز با قانون جدید که تسهیلات بسیار زیادی برای شهروندان در نظر گرفته شده است که مشکلات سابقه انشالله نخواهد بود. کوشش میکنیم تا حدی که امکان دارد کلانترین تسهیلات برای شهروندان ایجاد بکنیم تا در باب صدور مجوز و ایجاد سرپناه برای مردم انشالله سهولت‌های بیشتری را ایجاد بکنیم. این در حالی است که 258 پروژه انکشافی به ارزش 8.1 میلیارد افغانی برای پلان‌های ساخت و ساز در سال گذشته برای شهروالی کابل تخصیص یافته بود. نعمت‌الله بارکزی، نماینده و مشاور فرهنگی شهروالی کابل میگوید 65% پروژه‌ها انکشافی و تنها 35% پروژه‌های عادی و مصرفی بوده است. آقای بارکزی همچنان افزوده است که مهمترین دستاوردهای شهرداری کابل ساخت و پروژه‌های بزرگ به ویژه ساخت پل‌های هوایی در سطح شهر بوده و در حال حاضر نیز جریان دارد. شهروالی کابل از اسد سال 1400 الی اخیر هوت سال 1404 بالاتر از 28 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده که مضبوط به 4.5 سال ما میشه و به گونه مشخص در سال 1404 ما در حدود 7.6 میلیارد افغانی عواید مشخص جمع آوری کردیم که با توجه به تفصیلاتی که من بیشتر در پروژه بر شما دادم در اوراستا به مصرف رسیده. کمیسیون غصب یک فعالیت بسیار نزدیک با شهروالی کابل داره. در حدود 56 شهرک فعلا تحت بررسی ما قرار داره که در حدود 35 شهرک کاراش تکمیل شده و به ادارات مربوطه غرض تصمیم گیری روان شده. شهرداری کابل می‌افزاید که برای روشنایی و زیبایی شهر در این مدت 29339 پایه چراغ برق نصب و فعال شده و 130 کیلومتر از جدول سرک‌های عمومی و فرعی رنگ‌آمیزی گردیده است. در بخش سرسبزی و محیط زیست از ماه اسد 1400 تا هوت 1404 در مجموع 6,399,019 نهال و بوته تولید، تکثیر و غرس شده است. همچنان در این دوره 12 پارک در سطح شهر ساخته و یا هم بازسازی شده و 3 پارک دیگر نیز تحت کار قرار دارد. در حوزه تنظیم ساخت و ساز شهرداری با صدور 3402 مجوز ساختمانی و رهایشی در ساحات پلانی و غیر پلانی گام‌های در جهت معیاری سازی شهر برداشته است. همچنان در این مدت روند استملاک 11287 جایداد در نواحی مختلف شهر انجام شده است. مسئولان شهرداری کابل تاکید کردند که این آمار نشان دهنده تلاش‌های گسترده برای بهبود زیرساخت‌ها، توسعه شهری و تبدیل کابل به شهر معیاری، منظم و قابل زیست است.